8 می президент جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مراسم گلچند برگزاری و پرد حربی به مناسبت تجلیل 80 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941-1945 در باغ غلبه شهر دوشنبه اشتراک و سخنرانی نمودند. در مکان برگزاری چهاربینی سرور دولت محترم امامعلی رحمان را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان گنرال لیتنانت امامعلی صابرزاده استقبال گرفتند. به خاطر تجلیل باشکوه این رویداد تاریخی محل برگزاری چهاربینی ایدانه آراسته شده در دو طرف راهروی سرخ دانش اندوزان لیسه حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان صف کشیدند. در تدبیر تنتنوی رئیس مجلس ملی و رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان، راهبران ساختارهای قدرتی، مقامات حفظی حقوق، نمایندگان کورپوس دیپلماتی، پایگاه حربی 201 فدراسیای روسیه در جمهوری تاجیکستان، سابقه‌داران جنگ و مهنت و جنگاوران بشردوست اشتراک کردند. و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح کشور محترم امامعلی رحمان، وزیر مدافع گنرال لیتنانت امامعلی صابرزاده عاید به آمادگی قشون‌های گارنیزون دوشنبه برای گذشت حربی به مناسبت 80 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی گزارش داد. بعد صدا دادن سرود ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در نزد حاضرین سخنرانی نمودند. نخست سرور دولت محترم امامعلی رحمان اشتراکداران جنگ بزرگ وطنی، سابقه‌داران مهنت، شخصانی که در آن دوره وزنین در عقیبگاه زحمت کشیدند و کل مردم تاجیکستان را به مناسبت 80 سالگی غلبه صمیمانه تبریک گفتند. پیشوای ملت از عاقبت‌های فلاکتبار جنگ بزرگ وطنی سخن گفته به نسل‌های امروز و آینده مراجعت نمودند که محض دوستی و برادری و همیاری و دستگیری ملت‌های گوناگون سابق اتحاد شوروی عامل اساسی شکست استیلاگران و پیشگیری از دامن پهن کردن وبای فاشیسم در عصر 20 گردید. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند: باعث افتخار ما است که برای رسیدن به این پیروزی در برابر دیگر ملت‌ها مردان و زنان با ننگ و ناموس تاجیکستان نیز سهم مؤثر و سزاوار گذاشتند. گفته شد که از 1.5 میلیون اهالی تاجیکستان در آن زمان زیاده از 300,000 به میدان نبرد سفربر شدند که 50% اهالی قابل مهنت کشور را تشکیل میداد. بیش از 100,000 آنها در محاربه ها قربان شده، زیاده از 40,000 بینام و نشان گردید و 60,000 دیگر از جنگ با معیوبیت برگشتند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که همه این جانصری‌ها سهم ملت تاجیک را در غلبه بزرگ و تامین صلح و امنیت جهانی تجسم می‌کند. سرور دولت تاکید نمودند که ما نام نیک و خدمت آنهایی را که از جنگ برنگشتند هرگز فراموش نمی‌کنیم و احترام آنهایی را که با پیروزی به وطن برگشتند همیشه به جای می‌آوریم. تاکید گردید که برای جسارت و قهرمانی در جنگ دوم جهان 58,000 افسر و سرباز تاجیک به اردن و مدال‌ها و 55 کسی آنها برای مردانگی و شجاعت به عنوان بلند قهرمان اتحاد شوروی مشرف گردانیده شدند. راهبر دولت سهم عقیبگاه را در نائل گردیدن به مظفریت در جنگ بی‌نظیر ارزیابی نموده ابراز داشتند که بیش از 45,000 ساکن تاجیکستان به کارخانه‌های صنعتی منطقه‌های دیگر اتحاد شوروی فرستاده شده، قسم زیادشان از آن جایها به جنگ سفربر گردیدند. همچنین سالهای جنگ زیاده از 100,000 زنان و کودکان و پیرانسالان از منطقه‌های گوناگون جنگ زده به تاجیکستان کوچانیده شدند و جمهوری ما برای آنها خانه دوم گردید. تأکید شد که همه ذخیره‌های انسانی
و مادی و تکنیکی جمهوری تاجیکستان برای تأمین نمودن نیازهای میدان محاربه سفربر گردیده بود. مردم ما در حالی که خودشان گرسنه بودند به میدان جنگ آذوقه‌واری، سر و لباس و مبلغ می‌فرستادند. اظهار داشتند پیشوای ملت سرور دولت محترم امامعلی رحمان جسارت و دلاوری و متانت و فداکاری افسران و سربازان تاجیک را در دوره جنگ دوم جهان برای خدمتچیان حربی قواهای مسلح تاجیکستان صاحب استقلال نمونه عبرت نامیدند. پرزیدنت کشور تاکید نمودند که فضای آرام و آسوده امروزه کشور با نرخ بسیار گران به دست آمده است و حمایت آن حالا همچون وظیفه پرمسئول و با شرف به ذمه خدمتچیان نظامی واگذار گردیده است. ضمن سخنرانی در چورابینی تنتنوی، پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان از عاقبت‌های خرابی‌آور جنگ تحمیلی شهروندی، خدمت‌های تاریخی و جانثاری‌های فرزندان صادق وطن بهر برقرارسازی حاکمیت کنستیتوسیونی نیز اندیشه‌رانی نمودند. در این رابطه تاکید گردید که حفظ وطن و حمایت حیات آسایشته مردم در هر دور و زمان برای هر یک شهروندی آگاه و صاحب وطن و جوانمردان باننگ و ناموس وظیفه مقدس و پرشرف به حساب می رود. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان همچنین توجه اشتراکداران پرد حربی را به وضع بسیار مرکب و پیچیده سیاسی جهانی معاصر جلب نمودند. پیشوای ملت از افسران و سربازان طلب کردند که هوشیار باشند و زیرکی سیاسی را از دست ندهند، سطح کسبیت و آمادگی جنگی خود را منتظم بلند بردارند، نمونه رعایت قانونیت و ترتیبات و انتظام حربی باشند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از پیشنهاد خود عاید به اعلان کردن 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده در اجلاسیه 79 مجمع عمومی سازمان ملل متحد یادآور شده مساعدت به تأمین صلح و ثبات و حیات آسایشته در پهنای عالم را یکی از هدفهای اساسی سیاست خارجی دولت ما ارزیابی نمودند. در فرآورد سخن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اطمینان ابراز داشتند که مردم صلح پرور تاجیک با شکرگزاری از استقلال و آزادی، صاحب وطنی و صاحب دولتی و ثبات کامل کشورمان منبع نیز برای حفظ و گرامی داشت این نعمت‌های بزرگ و به خاطر نسل‌های آینده ما سعی و تلاش بیشتر به خرج می‌دهند. پس از انجام سخنرانی راهبر دولت محترم امامعلی رحمان برای پاس داشتن خاطره افسران و سربازان و آنهایی که جان خود را برای پیروزی در جنگ بزرگ وطنی نثار کردند، تحت نوای موسیقی مراسم گلچند برگزار شد. نخست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح کشور محترم امامعلی رحمان در نزد آتش جاویدان گلچند برگذاشته خاطره نیک قربانیان جنگ را پاس داشتند. سپس در نزد آتش جاویدان از نام مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، از حکومت جمهوری تاجیکستان، از وزارت مدافعه و دیگر ساختارهای قدرتی جمهوری تاجیکستان، از سابقداران جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941 1945، از نام کورپوس دیپلماتی مقیم شهر دوشنبه و از پایگاه حربی 201 فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان گلچندبرها گذاشته شد. بعد از انجام مراسم گلچندبرگذاری با امر فرمانده گذشت حربی نظامیان وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی، وزارت عدلیه، قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی، گواردیای ملی، کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافعه گرجدنی و پایگاه حربی 201 فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان با مناسبت 80 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی در گذشت حربی اشتراک کرده با قدمزنی متنتن از نزد سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی گذشت نظامی انجام دادند.